سلام بچه ها، به قسمت بعدی فشار شاره ها خوش اومدید. اینجا داریم میریم سراغ مسئله های لوله های یوشکل. خب ببینید بچه های عزیزم، یه لوله یوشکل به همون داده، گفته سال کنکورم هست، گفته فشار رو در نوع A و B رو با هم مقایسه کنید، C و D رو هم با هم. بچه های سطحی نگر دوتا مایه هم مخلوط نشدنی هن. خب تا اینجوری نگاه میکنم، خب میگم پی آ مساوی پی بی، پی سی هم مساوی پی دی. خودتون گفتین خانم نقاط همتراز هم فشارن. دست شما درد نکنه. من یه جوری گفتم نقاط همتراز در یک مایه. پس اوکی، پی آ با پی بی برابره، چون این یه مایه است بچه ها. اینم با قرمز کشیدم، یه مایه دیگه. خب و میدونیم که اگر چگالی این رو یک باشه و چگالی این رو دو، دیگه صحبت کردیم، رو یک بیشتر از رو دوه. خب پس من فعلا میگم پی آ که با پی بی برابره، چون گفتیم نقاط همتراز در یک مایه هم فشارن. اما میخوام سی و دی رو مقایسه کنم. ببینید بچه ها، گاهن میگن که بچه ها میان اینجوری میگن، میخوام راه های اشتباه، افکار اشتباهتون رو بهتون بگم. میگن خانم رضایی خودتون گفتین که دستمو بزنم اینجا ببینم چه چیزی به اینجا فشار وارد میکنه به سی. میگی یه روژه هاش این مایه 2 به علاوه پی صفر، به اینجا هم یه روژه هاش این تیکه مایه 1 به علاوه پی صفر. پی صفراشون که میره، خب رو یک بیشتر از رو 2، در عوض H2 بیشتر از H1. یعنی اینجا نمیتونیم مقایسه کنیم، باید یه کاری بکنیم. میدونید اون کار چیه؟ اول بیای اینجا رو بگیری، اینجا خط تراز، اینجا یه خط تراز دیگه، اینجا رو بذار M، اینو بذار N. بعد چون تو یک مایه هست دیگه، تو سطح مشترک یک مایه بوده، میای مینویسی پی M با پی N برابره. حالا به M و این تیکه رو بگیری هاش، به M. بچه ها ببینید، دستتو بذار اینجا، به M چه فشاری وارد میشه؟ یه رو دو ژ هاش به علاوه فشاری که به نقطه سی وارد میشه. من دیگه اونو نمی نویسم. آقا یه رو دو ژ هاش وارد میشه که این تیکه است، به علاوه فشاری که به نقطه سی وارد میشه. تموم. به n مساوی رسیدم، مساوی یه رو یک ژ هاش وارد میشه، چون اینم همون هاشه، به علاوه فشاری که به دی وارد میشه. خب بعد از اینکه اینو به این شکل نوشتی، بعد میای میگی قراره که اینا رو با هم مقایسه کنم. اول این دوتا جمله رو یک، اینا رو با هم مقایسه کنم. خب ژ و هاش در هر دو اینا مشترکه، اما از قبل گفتم رو یک بیشتر از رو دوه، پس این جمله بزرگتره. برای اینکه این تساوی برقرار باشه، باید پی سی بیشتر از پی دی باشه، پی سی بیشتر از پی دی، تا این تساوی برقرار باشه. ببینید برای اینجور سوالا کاملا بچه این سوال مفهومه ها، باید مفهوم رو فهمیده باشید، مفهوم نقاط همتراز رو بفهمید. خیلی سوالش جالبه. پس چی شد؟ من آ و بی رو که راحت تو یک مایه بودن و با هم همتراز بودن، فشاراشون برابره، ولی سی و دی چون تو دو تا مایه مختلف هستن نمیتونیم مقایسه کنیم. در عوض میایم یه خط تراز میگیریم، به ام فشار رو دو ژ هاش به علاوه پی سی، به ان رو یک ژ هاش به علاوه پی دی، و در نهایت این موضوع. با یه مثال جالب دیگه از لوله یوشک در خدمتتونم. خیلی این جالبه بچه ها. ببینید اومده یه لوله یوشک با 2 تا مایه مخلوط نشدنی به هم داده، 4 تا نقطه هم روش مشخص کرده، تازه 2 به 2 این نقطه ها هم ترازن. بعد به همون گفته حالا خدا رو شکر تو این مسئله خودش مشخص کرده اختلاف فشار بین آ و آ پریم دلتا پی یکه. پس دیگه البته یکی از گزینه‌های این سوال این بود که دلتا پی یک مساوی دلتا پی دو مساوی صفر. اختلاف فشار بین دو نقطه بی و ب پریم هم دلتا پی دوه. بعد گفته چه رابطه‌ای بین دلتا پی یک و دلتا پی دو وجود داره، که دیگه من گزینه‌هاشو ننوشتم. اولین گزینه این سوال این بود که دلتا پی یک مساوی دلتا پی دو مساوی صفر. این برای دانش آموزای سطحی نگره. چرا؟ چون خب میگه خانم آ و آ پریم با هم ترازن، پس هم فشارن،
ب و ب پریم هم با هم ترازن، پس هم فشارن، پس دلتا پی ها صفر. به به، عجب. سوال به این راحتی. اولین گزینه هم هست، نمره منفی هم میگیری، هیچی دیگه، هیچی به هیچی. ولی نه، دانش آموز عاقل من میگه که این خانم رضایی گفت که بابا نقاط همتراز در یک مایه و من تو هر مسئله دارم اینا تکرار میکنم چون اینا در دوتا مایه مختلفن، پس این که رد. حالا دیگه یاد گرفتید بچه ها. قرار شد خط ترازم رو اینجا بگیرم در مرز مشترک دو مایه. اینجا رو بذارم M، اینجا رو بذارم N. خب فعلا این ارتفاع رو بذارم H1، این ارتفاع رو بذارم H2. خب بعد میام شروع میکنم به حل مسئله. میگم آقا پی ام که با پی ان برابره چون نقاط همتراز در یک مایه است. حالا به ام بعد اینو بگیرم رو 1، اینو بگیرم رو 2 و خودم فرض مسئله میدونم که رو 1 بزرگتر از رو 2. نمیخواد مسئله بگه ها مایه‌ای که پایین تر قرار میگیره چگالیش بیشتر. خب پی ام مساوی پی ان به ام. بچه ها چون فعلا میخوام آ و آ پریم رو مقایسه کنم، آ و آ پریم رو، پس میام میگم به ام یه رو 2 ژ هاش 1 وارد میشه به علاوه فشاری که به آ وارد میشه. کار ندارم رو آ چی هست، هر چی که هست، هوا هست، این مایه هست، با هر ارتفاعی به هر حال به نقطه آ یه فشاری وارد میکنه به نام پی آ که ما هم میخوایم همون پی آ و آ پریم رو با هم مقایسه کنیم. مساوی به ان باز یه رو 1 این مایه است دیگه، رو 1 ژ همچنان این فاصله همون حاشیه که رو 1 ژ هاش 1 وارد میشه به علاوه پی آ پریم. درست شد؟ بنابراین اگر من این پی آ پریم رو بیارم اینور، پی آ منهای پی آ پریم که خودش گفته بود اختلاف فشار بین آ و آ پریم رو بگیر دلتا پی 1 برابر میشه با رو 1 ژ هاش 1 منهای رو 2 ژ هاش 1. بنابراین دلتا پی 1 من از ژ هاش 1 فاکتور میگیرم میشه رو 1 منهای رو 2. خب این بذار باشه، این بذار باشه. میام همینو باز هم پی ام مساوی پی ان می نویسم. این بار میگم به ام یه رو 2 ژ هاش 2 وارد میشه، میخوام فشار نقطه بی و ب پریم رو بنویسم به علاوه پی بی. پس یه رو 2 ژ هاش 2 به ام یه رو 2 ژ هاش 2 به علاوه پی بی به ان یه رو 1، ببینید به ان یه رو 1 ژ باز هاش 2 رو 1 ژ هاش 2 به علاوه پی ب پریم. دوباره مثل همون سوال پی ب پریم رو میارم این ور، پی بی منهای پی ب پریم برابر میشه با خودش گفته اختلاف فشار بین بی و ب پریم رو بگیر دلتا پی 2. دلتا پی 2 برابر میشه با، خب اینو میبرم اونور میشه رو 1 ژ هاش 2 منهای رو 2 ژ هاش 2 و اینا چون ژ هاش 2 شون مشترکه پس دلتا پی 2 من میشه ژ هاش 2 ژ ببخشید ژ هاش 2 در رو 1 منهای رو 2. خب اینم دلتا پی 2. حالا قراره که من ببینم چه رابطه‌ای بین دلتا پی 1 و دلتا پی 2 هست. بچه‌ها دلتا پی 1 شد ژ هاش 1 در رو 1 منهای رو 2، دلتا پی 2 شد ژ هاش 2 در رو 1 منهای رو 2. آقا رو 1 و رو 2 و ژ در هر دو مشترکن و دقیقاً میبینیم که هاش 2 بزرگتر از هاش 1، چون هاش 2 بزرگتر از هاش 1 پس دلتا پی 2 بزرگتر از دلتا پی 1. اگر اینو بدون حل بنویسی، من دیدم دانش آموز من همینطوری، حالا اون گزینه 1 رو که انتخاب نکرد همینطوری میاد میگه آ پایینتر آ پریم دیگه، پس قطعا اختلاف فشارشون باید از ب و ب پریم بیشتر باشه و دیدین که برعکس شد اختلاف فشار ب و ب پریم از آ پریم بیشتر شد. بچه‌ها حواستون رو جمع کنید.
باز با یک سوال جالب و کنکوری در خدمتتونیم. گفته در یک لوله یوشک که البته آخرش گفته ضخامت لوله در دو طرف برابره آب میریزیم. پس من یه لوله یوشک با قطر مقطع یکسان در دو طرف انتخاب میکنم و توش تا ارتفاع معینی خب تا اینجا آب میریزم. خب اوکی، آب میریزیم. حالا آنگاه در یکی از شاخه ها به ارتفاع 8 سانتی متر نفت میریزیم. بچه ها خوب دقت کنید. من میام اینجا 8 سانتی متر نفت میریزم. خب مثلا ارتفاع نفتم تا اینجا میاد پایین، ولی کلا ارتفاع این 8 سانتی متره. نفت که میریزم یه مقدار از آبو به اندازه x، ببینید به اندازه x آبم اومد پایین. خب از اینجا که آب به اندازه x میاد پایین، حجم مایع جابجا شده باید در دو طرف لوله یکسان باشه. خب این کجا میره؟ مجبور این آب رو هول میده، یعنی از اینجا همین آب به اندازه x، برای اینکه شما قاطی نکنید این به اندازه x بالا میره. خب ببینید این سوال کنکور بچه ها، خیلی توجه کنید بهش. بعد از اینکه تونستید به این شکل، حتما رسم شکل مهمه، بنویسید، بعد باز میایید میگید نقاط همتراز در یک مایع همفشارن و خط تراز سطح مشترک، پایین ترین سطح مشترک دو مایع است، یعنی اینجا. پس اینجا رو میگیری A، اینجا رو میگیری B. باز طبق معمول مینویسی پی A مساوی پی B. A رو نگاه میکنی روژه هاش نفت به علاوه بچه ها از این بالا هم یه پی صفر وارد میشه، به علاوه پی صفر. بی رو نگاه میکنی روژه هاش آب باز به علاوه پی صفر. اینو برای کسانی مینویسم که امتحان نهایی دارن، کامل بنویسید. پی صفر ها میرن از دو طرف، ژ ها میرن و یه چیزی که تو این مسئله ها شما میتونید تبدیل واحد نکنید، یعنی چون هر دو طرف رو دارید، هر دو طرف هاش دارید، البته هر دو بر حسب یکا، حالا میخواد روت کیلوگرم بر متر مکعب باشه یا گرم بر سانتی متر مکعب، هاشت هم متر باشه یا سانتی متر یا میلی متر، فرقی نمیکنه. خب روی نفتم 8 دهمه، همون 8 دهم میذارم. هاش نفتم 8 سانتی متره، همونو میذارم. روی آبم 1، اما هاش آبم بچه ها نگاه کنید این به بی دیگه، اینم اینجا هم ایکسه و این چیزی که خواسته گفته که وقتی 8 سانتی متر نفت میریزیم سطح آب نسبت به مکان اولیه در شاخه دیگر چقدر بالا میرود، یعنی این ایکس رو خواسته، در صورتی که اینجا من این هاشم 2x. خب 8 8 تا 64 تا یه رقم اشار داره 6 و 4 دهم، پس ایکسمون میشه 3 و 2 دهم سانتی متر. میدونید چیه بچه ها؟ من یه وسواسی دارم. من میخوام همه مدل مسئله برای دانش آموزام حل کنم و مطمئنم اگر شما ویدیوها رو با دقت دنبال کنید، باور کنید الان فشار و لوله های یوشک براتون یه جور دیگه‌ای حل شده. حالا خود دانید. خب ببینید گفته در شکل روبرو سطح مقطع لوله یوشک در هر دو طرف برابر با 2 سانتی متر مربع است. لوله یوشک به ما داده برابر 2 سانتی متر مربع. ضمناً تو این لوله یوشکلمون گفته که جیوه هم از قبل داشته. تو این لوله یوشکلمون از قبل جیوه بود. خب اینجا هم جیوه است. خب حالا گفته اگر در یکی از لوله ها، این بار ببینید بچه تو مسئله قبلی اگر یادتون باشه گفته بود در یکی از لوله ها 8 سانتی متر نفت میریزیم، ولی اینجا گفته 54.4 گرم آب میریزیم. میخوام بگم اگه گرم گفت چی کار کنی؟ آب بریزیم. پس از تعادل اختلاف ارتفاع سطح جیوه در دو لوله چند سانتی متر میشود؟ خب بیایم این کارو بکنیم. آقا من 54.4 گرم فرض بفرمایید این 54 مثلا تا اینجا، این کلن جرم رو به هم داده. این بار 54.4 گرم آب ریختم، ولی به هر حال
این آبی که ریختم به اندازه x این جیوه منو راند به سمت پایین. از این ور که به اندازه x برانه پایین، قطعاً از اون ور به همین اندازه x باید بره بالا. خب که تو مسئله قبلی هم همینجور بود. دوباره میام خط تراز انتخاب میکنم در یک مایه و در قسمت سطح مشترک. باز اینجا رو m میگیرم، اینجا رو n. باز دوباره می نویسم پی m مساوی پی n. اما به m فشار ناشی از آب و پی صفر وارد میشه. آقا به جای اینکه بری 2 ساعت نمیدونم ارتفاع این آب رو به دست بیاری، بابا به ام فشار ناشی از آب وارد میشه ام ژ بر آ. حالا که ام رو داده بنویس ام ژ بر آ. اگه رو و هاش رو داده بود رو ژ هاش. این اون نکتهش بود. به علاوه فشار هوام که هست، ولی به n یه میشه رو ژ 2x دیگه حالا این بحث 2x رو یاد گرفتید. اینم x به n یه رو ژ 2x به علاوه باز پی صفر. باز پی صفر ها میرن، ژ ها میرن و شما میتونی تمام این کمیت ها تو بر اساس CGS بذاری دیگه، سانتی متر گرم ثانیه ها. خب امت همون 54.4 آمون چند؟ 2 سانتی متر مربع مساوی رومون این ور روی جیوه است که خودش به همون داده 13.6 ضرب در 2x. خب اول بیام این 2 رو با این 54.4 ساده کنم، میشه 27.2. بچه ها هیچ عددی بی حکمت نیست. 2 تا 13.6 هم میشه 27.2. بنابراین ایکسمون میشه 1 سانتی متر. حواست باشه ایکس هم شد 1 سانتی متر. حالا ببینید تو مسئله قبل گفته بود که ارتفاع مثلا آب نسبت به سطح قبلی چقدر بالاتر رفته که ما باید ایکس رو به دست می آوردیم، ولی تو این مسئله گفته اختلاف ارتفاع جیوه در دو طرف. آقا جیوه اینجا الان این در نقطه ام قرار گرفته، اینجا اینقدر اومده بالا، یعنی اینجا همون 2x رو میخواد، پس میشه 2 سانتی متر. ببینید بچه ها، من دیدم بچه ها خیلی زحمت میکشن، تلاش میکنن، مسئله رو حل میکنن، ولی حواسشون نیست کدوم مجهول چی مجهول الان اینجا، اون x مجهوله یا 2x. موفق و مؤید باشید. انشالله منتظر چند تا مسئله پرشور و حال و کنکوری برای ویدیوی بعدی باشید.